نه گل در اومد از همون سنبال در اومد از همون خودشیفتم خودتونید. بریم بهتون یه سایه خیلی راحت یاد بدم، یعنی ببینم کی میگه دیگه نمیتونم اینو انجام بدم. بیاد قشنگ با ما صحبت بکنید. یه سایه قهوه‌ای روشن پشت چشمتون، تیره گوشه چشم و بلندش کنید به بالا هم بکنید که مثلا چشمتون کشیده تر بشه. یه سایه شاین بزنید، یه خط چشم نازک داخل چشمتون هم بکشید حتما. ابروهاتون رو حالا با سایه ابرو یا خط چشم پر کنید، زیر چشمتونم با سایه قهوه‌ای و ریمل و تمام، یعنی هیچ کاری نداره. یه رژگونه یه لنکوم خیلی خوش رنگ زدم که حالا شما هر رژگونه‌ای که دارید میتونید استفاده کنید. خط لب و رژ لب آناستازیا که اینا رو چون رنگاشو دوست دارم براتون حتما مینویسم. هایلایتر بزنید و همین دیگه. من کانتور انجام